سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده زیبای گردنه حیران. امروز شنبه 16 تیر ماه و ساعت حدود 11 صبح. جاده آستارا اردبیل یکی از اصلی ترین محورهای ورودی و خروجی گیلان محسوب میشه. این جاده ترانزیتی از منطقه زیبا و جنگلی عبور میکنه و به علت وجود روستایی با همین نام به حیران معروف. حیران در تالشی با هی دو چشم به معنای ابر و مه. ایام زیادی از طول سال در این محور مه قرار داره. خنکی و سرسبزی این محور از زیبایی‌های منحصر به فردشه و همچنین در بخشی از طول مسیر کشور آذربایجان هم قابل دیدنه. ولاگ ما از پاسگاه حمل چوب و جنگلبانی آغاز و تا گردنه دهکده حیران ادامه داره. طول این جاده حدود 35 کیلومتر و یکی از زیباترین جاده‌های گیلان و ایران محسوب میشه. گردنه حیران و تله کابین و سورتمه اونه. قبلا ولاگ کاملش رو در کانال قرار دادیم. لینک این ولاگ در قسمت توضیحات ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار داره. شیربلال و عسل این منطقه جزئی از خوراکی ها و سوغاتی هاش محسوب میشه. اگر به دیدن زیبایی های شهر آستارا علاقه دارید حتما پلیلیست شهر آستارای ما رو نگاه کنید. ولاگ رانندگی در شهر آستارا، بازار ساحلی تا لاب استیل در این پلیلیست قرار داره. تا یادم نرفته بگم که حیران نگین گیلانه و ما به داشتن این زیبایی خدا رو شکر میکنیم. اگر به دیدن زیبایی ها و جاهای دیدنی استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.